مؤسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین NSDO در چارچوب پروژه انکشافی تشبسات زراعتی و منظور توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها AWER نمایشگاه تولیدات زراعتی را در سطح زون شمال شرق در مرکز ولایت کندوز برگزار نموده است. یک از فعالیت‌های مهم اساسی که تحت این پروژه برنامه‌ریزی شده بود و فعلا ما الحمدلله شاهد برگزاری او هستیم، همین نمایشگاه تولیدات زراعتی است که به منظور تشویق دهقان زحمتکش ما و ترویج و رشد محصولات با کیفیت زراعتی به همکاری ریاست محترم زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندوز در سطح زون شمال شرق برگزار می گردد. در این نمایشگاه که به هدف تشویق دهقان، متشبثین و تولید کنندگان و حمایت از رشد و بهبود تولیدات داخلی به مدت 2 روز 31 جولای و اول آگوست برگزار گردید، دهقان، تولید کنندگان، انجمنها و اتحادیه‌های زراعتی از بخش‌های مختلف دعوت گردیدند و به تعداد 83 غرفه ایجاد شده بود که در آنها دهقان و تولید کنندگان محصولات مختلف خیش را در بخش‌های لبنیات، سبزیجات، زعفران و صنایع دستی به نمایش گذاشتند. از این نمایشگاه در حدود 2000 نفر از اقشار مختلف اعم از زنان و مردان، ادارات ذی‌ربط حکومتی، رسانه‌های ملی و بین المللی و همچنان دونرها و نهادهای مختلف ملی و بین المللی و نهادهای سازمان ملل متحد بازدید نمودند که حدود 35% بازدید کنندگان و 40% از اشتراک کنندگان را خانم‌ها تشکیل می‌دادند. قابل یادآوری است که این دومین نمایشگاه زراعتی است که مؤسسه NSDO از طریق پروژه AWER در سطح زون شمال شرق تدویر نموده و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفته است. خیلی خوب است، محصولاتشان به نمایش گذاشتن و میتونن از محصولات خود مردم کندوز مستفید شوند. طبعا که ما اینجا دیدیم نظر همگی تغییر میکنه، چی از خانم‌ها چی از آقایان، کسایی که اگر مردای دید متفاوت داشتن در مقابل خانم‌ها که یعنی خانم‌ها نمیتونن فعالیت کنن بیرون از خانه، اما دید همگیشون فرق کرد. وقتی که میان اجرایی ببینن که خانم‌ها یک بازار خوبی جور کرده به مردم، چی طبقه اوناست چی طبقه ذکور. خب طبعا دیگه یک بازدید خوبی از به همگی. اگر ما فرصتی را داشته باشیم، زنها خیلی قدرتمند هستند و خیلی چیزا را میتونن. اگر دوباره همچون نمایشگاه‌های برگزار شود، خیلی به نفع زنایان. مستفید شوندگان این پروژه از دستاوردهای خویش میگویند و آموخته‌هایشان را راهی برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر می‌دانند. پروژه AWER از جمله پروژه‌ای است که در قسمت رشد و ظرفیت توانمندی اقتصادی خانم‌هایی که در ساحات دوردست و قریجات که تحت کور پروژه AWER قرار داره و خود ولایت کندوز که چند ساحات قریجات نزدیک کندوز قرار دارند، خانم‌هایی که اونا حداقل یک حرفه را بلد هستند، یک مهارت دارند، یک تجارت خرد و متوسط دارند و میتونن که بیشتر رشد کنند. پروژه AWER این خانم‌ها را تحت پوشش خود قرار داده و به این خانم‌ها از لحاظ تکنیکی و از لحاظ کمک وسایل و نیازهایی که اینا داشت به خاطر رشد و پیشرفت تجارت خود بر اینا کمک صورت گرفت در مدت 2 سال اخیر و تانستند که اینا بالاخره پا بر عرصه تجارت بمانند و بتونن تجارت خود پیش ببرند. البته هدف از این رشد و توانمندی اقتصادی خانم‌های افغانستان و خانم‌های ولایت کندوز بوده که خانم‌های کونا متشبث هستند. البته تشبثشان به یک حد بسیار کوچک بوده. کونا شاید در حدود تجارت داشتن یا محصولات داشتن که در حدود 100 افغانی 50 افغانی با خانمایی را ما سراغ داریم، بلد هستیم که با 10 افغانی شروع کردن و امروز بالاخره تانستن از امو آیسته آیسته رشد بتن و بتونن تجارت خود وسعت ببخشن. پروژه AWER بر ما در پیشرفت ما مثلا در عرصه و ما بعضی وسایل نداشتیم، وقتی که تولیدات داشتیم میره بر ما خریداری کردن و بعضی ترنینگ هایی بوده که بر ما داده پروژه AWER ما مستفید شدیم و تولیدات خود خوب تانستیم که ظرفیت سازی کنیم. آنها میگویند که مؤسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین NSDO با آنها کمک کرده است
تا بتوانند با بهینه‌سازی تولیدات به بازارهای خارج از قریه‌های خویش دست یابند. ما مهارت‌های زیادی را یاد گرفتیم. البته مهارت‌های تجارت بود که ما درباره تجارت نمیفهمیدیم. ما تجارت میکنیم، البته در خانه بود، ارتباط امروی جامعه نداشتیم، امروی دکانداران نداشتیم، ارتباط امروی اونا برقرار چه قسم کنیم اینا یاد نداشتیم. بعد از اینکه به ما ترینینگ دادن ما اینا یاد گرفتیم، ارتباط برقرار کردیم. امروز میتوانیم امروی دکاندارا ارتباط داشته باشیم، امروی جامعه داشته باشیم، فروشات خود یک دکان جور کنیم، به فروشات برسانیم. درباره تجارت هم نمیفهمیدیم که حساب بود، تجارتش بود، چقدر فایده میکنیم. اینا را ما از ترینینگ ها آموختیم و امروز پیش میبریم. این زنان تجارت پیشه میگویند که نقش برنامه اویر در قسمت ایجاد اعتماد به نفس و نیز ظرفیت سازی مهم بوده و آنها میتوانند با اعتماد بیشتر محصولات تولیدی خود را به بازارها ارائه کنند. بر ما زیاد روحیه دادن، چون ما نمیفهمیدیم که یک زن هم میتونه تجارت داشته باشه، اما ما تانستیم که با این پیش بریم و تجارت تا پیش ببریم، یعنی تجارت کنیم. همین یک تجارت است دیگه. ما قبلا در خانه میشستیم، یعنی نمیتونستیم کار پیش بریم، حالا میتونیم، شکر خدا. یکی از مشکلات زنان تجارت پیشه در قریه ها که اقدام به تولید فرآورده های لبنی و زراعتی می کنند عدم ارتباط گسترده ایشان با سایر هممسلکان خویش است و این روند یادگیری و پیشرفت را کند کرده بود. اما برنامه اویر و نیز معرفی منابع جدید و شبکه های کاری توانسته است راهی برای پیشرفت ایشان بگشاید. مؤسسه NSDO توانسته است با ایجاد شبکه‌های کاری و فرصت‌هایی در بازار به زنان تجارت پیشه کمک کند تا با سایر کارآموزان در این برنامه ارتباط برقرار کنند. هر یک از زنانی که در برنامه اویر اشتراک کردند از مؤسسه NSDO و دونرها می‌خواهند که این نوع برنامه‌های توانمندسازی زنان را گسترش داده و هدفمند سازند. مؤسسه انکشافی و اجتماعی راه نوین NSDO تطبیق کننده برنامه اویر در ولایت کندوز است و مسئولین NSDO میگویند با توجه به تجربی که این مؤسسه در قسمت تطبیق برنامه‌های اجتماعی ارتقاء ظرفیت داشته توانسته نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید. اینا نسبت به خانمایی که در تحت پروژه اویر نیستن، اینا بسیار زیاد فرق دارن. از هر نگاه سطح ظرفیتشون بالا رفته. مثلا یک خانمی که در پروژه اویر است فعلا خودکفا شدن، فعلا میتونن که مثلا یک کسب و کار پیش خود عایدای بیشتری دارن، میتونن که یک کسب و کار آغاز کنن. مثلا اینا فعلا این نمونهش اینمی است که ما تقریبا 28 غرفه داریم از این پروژه اویر است. مؤسسه NSDO توانسته است با ارائه برنامه‌های آموزشی مؤثر و ارتقاء ظرفیت زنان در بخش‌های زراعت، زعفران و لبنیات دستاوردهای خوبی را برای زنان به بار آورد. پروژه اویر خانمایی که در این برنامه بودند توسط ترینینگ‌های تکنیکی، توسط ترینرهای مسلکی برشان دایر گردیدند و همچنان برشان وسایل پروسس، وسایل پرودکشن توزیع گردید و همچنان برشان تخم‌های اصلاح شده هایبرید در طول سالهای گذشته که ما با یا کار کردیم برشان دادیم، معرفی کردیم و یا توانستن از با استفاده از این وسایل آموزش‌های مسلکی و همچنان تخم‌هایی که ما برشان توزیع کردیم با استفاده از این وسایل و ترینینگ‌ها یا توانستن تولیداتشان بلند ببرن. همین تولیدات بلند باعث همیشه میشه که یک بینیفیشری اقتصادش بلند بره و عاید بیشتری به دست بیاره. مسئولین مؤسسه NSDO میگویند که با بکارگیری از برنامه‌ها و ابتکارات مؤثر در برنامه اویر توانستند دستاوردهای ارزشمندی را برای مستحقین این برنامه رقم بزنند. در تطبیق برنامه اجتماعی مشکلات عدیده‌ای به وجود می آید، اما مسئولین NSDO میگویند که مشکلات چشمگیری که بتواند مانع کار برنامه اویر شود به وجود نیامده است.
نتیجه کار و فعالیت مسئولین NSTO در برنامه اویر نتایج و دستاوردهای ارزشمندی را به دنبال داشته است و ایجاد اعتماد به نفس و ورود زنان تجارت پیشه به بازارهای کار و تجارت دستاورد بزرگی است. ما موفقیت‌های خیلی زیادی در این پروژه داریم. حتی ما از گروپ های پسندازمان اکثرا خرجاتی که ما گروپ های پسنداز ایجاد کردیم برشان و توانستن امیال تجارت های کوچکشون شروع بکنن. تقریبا خیلی وقت میشه یا مفاد خیلی زیادی از این تجارت های کوچک به دست آوردن یا به شکل گروپی صندوق های پسنداز جور کردن و این پولی که در صندوق جمع آوری شده و ما توانستن از یک تجارت مشترک شروع بکنن و حالا با این تجارت یا خیلی پیشرفت کردن و کار میکنن.